این روز جمعه جمیع گناههای ما را مغفرت بگردانی و خدایا تا جمعه دیگر باز عبادتهای ما را رنگین بگردانی، عبادتهای ما را با ذوق و با شوق بگردانی، مهر ما را، محبت ما را خدایا نسبت ذات خودت، نسبت پیغمبرت، نسبت قرآنت، نسبت اسلام و مسلمین خدایا باز هم زیادتر بگردانی و خدایا امت اسلام را از فقر خلاص بگردانی و خدایا آرامی را در تمام دولت‌های اسلامی برقرار و بردوام نگه بداری و این جمعیتی که در این خانه تو حضور دارند خدایا بیماری ها داشته باشند شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی، گذشتگی ها دارند گذشتگی هاشون خدایا رحمت و مغفرت بگردانی، غایب ها دارند خدایا غایب هاشون حاضر بگردانی، قرضدارهایی که در بین جمعیت ما هستند خدایا قرض هاشون کنده بگردانی و خدایا این جمهوری تاجیکستان ما را و دولت های پیش قدم ترین مبدل بگردانی و رهبریت و اون سردارهایی که در این حکومت ما و شما هستند خدایا مهر و محبتشون نسبت اسلام، نسبت مسلمان ها، نسبت مسجد ها زیاده بگردانی. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. در جمعه ما و شما چندین میهمان ها هم حضور دارند که با اونها ما صحبت داشتیم، چه از دوشنبه هستند چه از حصار هستند و برای زیارت ما و شما آمدن، برای دیدن این جمعیت ما و شما آمدن و الحال در بین جمعیت ما و شما نشستن و طلب کردن که در حق ایشان هم دعا کنیم که اونها هم خاص از برای فقط زیارت و برای ادا کردن نماز جمعه آمدن و اینجا یک شخص دیگر هم از دنقره از ما خواهش کردند که قابل جان در حقشون دعا کنیم. خدای مهربان این مهمان ها و این برادر قابل جان از جمیع بلا و آفت ها در حفظ امانش خدا نگه بدارد و در هر قدم این مهمان ها خدایا حسنات کتابت بفرماید و هر مراد و مطلوب هایی که در دل این مهمان ها و این برادر ما قابل جان است خدایا با فضل و کرم خود برآورده گرداند. آمین یا رب العالمین. بابای فیض‌الله هم خدا رحمت و مغفرت کند، از همین محله ما بود که فرزندشان اسمت و نبیرشان رمزیا جان که در همین معرکه نشسته‌اند و مخلصی همین مسجد ما و شما هستند، گفتند در حق رمزیا جان در حق باباشان و اسمت باشد، در حق پدرشان گفتند دعا کنید خدای بابای فیض‌الله را روحش شاد، قبرش را خدای مهربان پر نور بگردانی و فرزندها و نبیرهاش خداوند اهل توفیق و اهل هدایت بگردانی. آمین یا رب العالمین. جمعه پیشین ما و شما درباره حقوق شوهرها بالای زنها صحبت داشتیم. الحمدلله که 3 جمعه پیوسته در این موضوع صحبت کردیم و البته باوری دارم که انشاءالله این صحبت ها بی تأثیر نمی مانند. اگر در 10 هم که تأثیر نکرد شاید در 1 نفر هم که تأثیر کند انشاءالله این هم برای ما و شما بهبودی هست، پیشرفت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گوید فاذا قمت على باب الجنه، وقتی که شب معراج نزد دروازه جنت ایستاده شدم، فاذا عامت من دخلها المساکن، نزد در جنت وقتی ایستاده بودم و نگاه میکردم توده توده مردم وارد جنت میشد. وقتی که پرسیدم اینها کیا هستند گفتند
مردم مساکین و فقیرها هستند. اهل جنت اکثریتش را گفت پیغمبر دیدم فقط مسکین ها و فقیرها بودند. فاذا قمت على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء. لیکن نزد دروازه دوزخ هم نگاه کردم که توده توده مردم در دوزخ پرتافته می شد، همش از جمله زنها بود. اکثریت اهل دوزخ را پیغمبر خدا گفتند نظارت کردم، از زنها عبارت بود. البته زنهایی که در دنیا احترام شوهر نکردند، زنهایی که در دنیا به تربیه فرزند اهمیت ندادند، در دنیا به طرف شوهرها زبان درازی کردند، شوهرها را به احترامی کردند، حیات خوب مرد را به تلخی مبدل گردانیدند. اینها کسانی بودند که عاقبتشان وارد شدن بر دوزخ است. البته تمام خواهران عزیز و مادرها می‌دانند که این دنیا اونقدر دنیای دراز نیست. دنیایی هست که زود است که البته بالای چی زن باشد چی مرد باشد هجوم میکند و اون امانت میگیرد و در پیش ما و شما حیات دیگر داریم، حیاتی که وی فنا شونده نیست. باید که برای اون حیات، اون دنیا باید که ما و شما کوشش و حرکت داشته باشیم. حضرت عثمان میگوید که شنیدم از پیغمبر خدا که میگفتند ما من امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا. اگر کدام زنی که در دنیا به سوی شوهر میگوید ای شوهر من از تو چیزی ندیدم، بسیار است امروز این کلمات از اکثر زبان زنها صادر می شود. اگر یک روز یا یک ماه اگر زنها از نعمتهایی که در خاندان داشتند شاید سببهای پیدا شد و همان نانی با سیری را ندیدند، یا شاید که اون لطف و مهربانی هایی که شوهر داشت در دوام یک روز یا یک هفته اون لطف و مهربانی ها را دیگر مشاهده نکردند، در حال به سوی شوهر میگوید من از تو چیزی ندیدم. وقتی میگوید این سخن از زبان زن صدا داد احبط الله عملها 70 سنه ولو كانت تصوم و تقوم الليل. پیغمبر خدا گفتند این زن در جواب این سخنی که به سوی شوهر گفتند 70 ساله عبادتشان برباد دادند، اگر چندی که روز روزدار بود شب به نماز بود. در یک کلمه که میگوید ما رأیت منک خیرا، من از تو چیزی ندیدم. باید خیلی با احتیاط باشم. چگونه که یک غلام در نزد مولای خود چقدر احترام دارد، یعنی چقدر با احترام صحبت میکند از روی ترس، باید که زن هم با شوهر خود این چنین صحبت داشته باشد. این زمان انشاءالله اون ثوابهایی که در این جمعه های گذشته گذاشتیم بعد زن نائل می شود. و الا اگر سرکشی کند و این گونه کلمات ها را اگر تلفظ کند وای به حالش، چی در دنیا و چی در قیامت البته اینها شرمنده هستند و در عذاب خداوند گرفتار می شود. امروز باشد چگونه که به شما خبر دادیم که خیلی سوال های زیاد منتظر جواب هستند. میخواهم که جواب این سوال ها را به شما خبر دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای شیرین بیان.
در سنت خواندن پراکنده شدن درست است یا نه؟ از صفها. زیرا مولای ما میگوید درست نیست. یعنی وقتی ما و شما فرض میخوانیم، کدام فرض نماز نباشد، چی فرض جمعه باشد، چی فرض پیشین باشد، چی فرض عصر باشد، ثواب و سنت همین است که در حال جایهای خود عوض کنیم. این ثواب است و سنت است. فقط جمع شدنی، یعنی راست بودنی صف، پر بودنی صف فقط برای نماز فرض است و خلاص. برای سنت اگر شما صف کشین و در صف راست کنین برای سنت، نماز همه کراهیت دارد، مکروه است. در نماز سنت هیچگاه باید صف راست نباشد و صف نباشد، باید همه پراکنده باشد. سنت انا همین است. اون مولا صد نامعقول کرده است. مولا از هوا گفت است. مولا اگر پسترین کتاب همین شرح گوری را مختصر تماشا کند، در همون در باب سنت ها میگوید که حتی که سنت در مسجد خواندن خودش مکروه است. سنت باید در خانه خوانده شود. و در مسجد که آمدیم باید که جایهاتان، مثال چی قدر میگوید صاحب کتاب که اگر جایها را عوض کنیم و جایهای سجده چی قدر زیاد باشد، همون قدر برای خود شاهد در روز قیامت تیار میکنه. یعنی هر پارچه زمینی که شما عبادت میکنین، اینها برای شما شاهدی در روز قیامت میدهند. چند قدر شاهد زیاد شد، همون قدر کار شما آسان میشود. این از طریقه سنت خواندن. فرضها را که خواندیم پراکنده شوین در مسجدها هر طرف، حتی در خانه هم که خانه سنت است، اگر به شرط خانه های شما نزدیکتر باشد. دوم سوال، این شعر بیدل را التماس تحلیل کنید. آفت ایجاد است ساز زندگی، هوشیار باش. از طراوت خانه دارد در ره سیلاب گل. اصلا همین تحلیل شعرها دا ما را البته بگیم علم ما نمیرسد، لیکن این برادر از ما خواهش کردن همین بیدل تحلیل کنیم. بیدل خود میگوید که شعرهای من همش کوتاه و بلندی ها دارد. این شعر مرا، نظم مرا با خود کوتاهی ها و بلندی ها دارد. یعنی شما قوت تحلیل او را ندارید. لیکن به هر حال من میگویم که معنای این شعر این است که آفت ایجاد است ساز زندگی، هوشیار باش. حضرت میگوید آفت ایجاد معنای که یعنی زندگی انسان از آفتهای زیاد عبارت است. ای انسان هوشیار باش. یعنی در حیاتت ای انسان تو بی‌نهایت آفتهای زیاد میبینی. آفت ایجاد است ساز زندگی، هوشیار باش. هوشیار باش که زندگی شما آفت ایجاد است، یعنی آفت ایجاد میکند. یعنی روز به روز آفت ها و روز به روز مشکلات و مشقت شما زیاد میشود در زندگی. از طراوت خانه دارد در ره سیلاب گل. طراوت گفته اصلا معنای تر و تازگی را دارد. طراوت تر و تازگی. میگوید که گل برای آنه که همین تر و تازه بماند، خانه دارد در ره سیلاب گل. همین ره سیلابه را، ره سیلاب یعنی ره سیلابه آب، همین گل برای آنه که تازه بماند، دائم شکفته بماند، برای همین تازگی و حیات بردوامش همین ره سیلاب برای خودش اختیار کرده است. انا انسان هم میگه زندگیش مثل گل است، بلای آنه که مثال همین آدم زنده ماند، حیاتش بردوام ماند، باید که همین مشقت هایی که در بالاش میاد همین ها را باید که چیکار کند؟ تحمل کند و روپرو شود. چی گونه که گل از سیلاب یعنی از آمدن سیل عذاب دارد، مشقت دارد. این از همین معناش باور میکنم دیگر از این ممکن که دیگر تحلیلی نداشته باشد.
السلام علیکم داملا حاجی میرزا، اگر در نکاح دست بالای دست باشد چی زیان دارد؟ یعنی نکاح وقتی که نکاح صورت میگیره در خانه کدام از مسلمان های ما و شما، بعدا همونجا مردم تکلیف میکنند که دست ها را راست مونین، یعنی بالای زانو ها تان در راست مونین، نه جنبین نه خندین، دیگر اینا دروغ هستند. دست ها چی در بالای پا باشد چی در زمین باشد اینا یگان اهمیت ندارند در نکاح. برادرای عزیز ندارن، اینها هیچ معنی ندارن. دست در بالای دست نباشد برای چی؟ برای که نکاح قلف میشیده است، برای که مثال همین بچه نکاحش مثال عاقبت زندگیش ویران است وقتی اگر دستی ما در بالای دستم باشد. اینا دروغ هستند. برادرای عزیز حتی در نکاح میگن که قلنفر نیارین که زندگی آدم تیز میشود، زندگیش ناخوب میشود، زندگیش دیگر. باور کن اینا ضعیفی ایمان ما و شما را نشان میدن. اینا یک سفسطه های هستند که در همین دین ما و شما داخلشان کردگیند. باور کن کدام بگیم یگان کثافت و بدبخت جایگیر کردگی است. ما و شما را چنان ترساندن که حتی از قلنفر میترسیم که اون که نعمت خداست، اینا باید که انسان خورد داخل، چی در نکاح چی در توی چی در کدام معرکه نباشد. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنید. اگر شما با اینا اعتقاد داشته باشین و همین رسم و همین بگیم جاهلیت اگر جاری کنین، شما گناهکار میشوید. اینا دروغ هستند، باور نکنین. همان برادرایی که مثال نکاح میبندن و میگویند که دستات باید روی دست باشد و دیگر باشد، اونا از همه مهمترین همین که همون شو عروس پرسن نماز میخوانی یا نه. نکاحی که مثال عاقبتش اگر بخواهد که نیک باشد، زندگی که اگر خواهد که عاقبتش خوش باشد، از همون جوان دختر و جوان پسر بپرسن که تو نماز میخوانی یا نمیخوانی. این ضلول است. اون دادن قلنفر و دست در بالای دست گذاشتن و دیگر این سوزن زدن، اینها همه دروغ هستند. اینا را باور نکنید. اینا فقط از همون فتواهای زنکای هستند، همون مردهای زنکلانی که همون زنهاشون همین وظیفه را در گردنشون میگذارن، انا از همونا پیدا شده است. اینا را شما اهمیت ندید. نگذارین همون زنهایی که در پیش شما آمده پشتی همون کستون و مثال همون بگیم لباس شما را سوزن میزنن. اینا معنی ندارن، شما را گناهکار میکنن. در کدام کتاب است همین؟ از اینها دیده باید که همون دختره، همون جوان مثال جوان پسر تربیه اسلامی دادن در کار، اخلاقی خوب داشته باشد. اینا ضرورتر هستند در نکاح، نه اینکه دست بالای دست ماندن و دیگر مثال جاهلیتی که در همون شب نکاح انجام می‌یابد. اینا هیچ معنی ندارن، دروغ هستن. اینا رو باور نکنید. السلام علیکم که حاجی میرزا 5 سوال کردن. همین یک سوال 2 سوال کنین، بعد به نهایت بعضی برادرها تمام زندگیش 3 ورق 4 ورق می نویسد. ننویسین، همون مختصرا همون سوال بگو، چیزی هست قوت مرسی جواب میگیم، نشد میگیم پیش دیگر کس را. آیا بشیر نان مزارها قسم خوردن چه خیل است؟ شرک است. کسی که اگر به نان قسم میخورد، به شیر قسم میخورد، به مزارها قسم میخورد، اینها در گناهکار میشود، بی نهایت گناهکار میشود. باور کن از ترک نماز در حتی که گناهش بزمین‌تر است. کسی که به نان قسم میخورد یا به شیر قسم میخورد یا به مزار قسم میخورد، رسول اکرم گفتن کسی که اگر به غیر خدا قسم میخورد وای شرک در خدا آورده است، وای مشرک است. اینا در باور اینا قسم نیستن. قسم فقط والله بالله تالله، انا همین 3 قسم است. اینا در قسم خوردن شما گناهکار میشین. دوم، از جایش میخیزد یا پیر میگوید آیا این چه خیل است؟ اینم نادرست است. پیری وای چی قدرت دارد؟
انسان باید که فقط با نام الله نشیند، با نام الله از جای خود خیزد. فقط وقتی از جاتان میخیزیم پیر دارین، خدا پیرتان رحمت و مغفرت کند. پیری تو اون قدرتی را ندارد که ترا از جای خود خیزاند و در جای تو نشیند. این قدرت پیری تو ندارد. فقط باید که ما و شما الله گفته از جامان میخیزیم، الله گفته در جامان می نشینیم. همه با قدرت الله است. سوم، آیا با زن خود در حمام خانه یک جای غسل کردن درست است؟ البته سنت است. سنت است که باید در حمام مرد همراه زن خودش غسل کند. اون زن وظیفش همین است که بدن شوهر تازه میکند، میشود، پاکیزه میکند، بعد دعای شوهر میگیرد. این سنت است. خوش به حال همون زنهایی که پیش از آنه که مثال مرد اراده حمام دارد، با همراهی همون شوهرش حمام می رود و مثال بدن شوهرش صابون میکند، بدن شوهر مثال پاکیزه میکند، تازه میکند. خوش به حال او زن. این سنت است. چهارم، آیا زن میتواند که مرغ یا دیگر حیوان را ذبح کند؟ میتواند. زن حقوق دارد که مثل مرد چگونه که مرغ از کدام حیوانی نباشد ذبح میکنیم، کار در دست میگیرد، بسم الله الله اکبر میگوید، ذبح حیوان میکند. این جای منعش نیست. پنجم، آیا زن سر مرد را تراشیدن ممکن است یا نه؟ تراشیدن البته درست است. یک جوان گفت که ما در کدام قشلاق زندگی میکرده است، گفت وقتی همون زن من گفت وقتی سر ما تراشید، ملا گفت که الکی زن به تو چی شد؟ طلاق شد. این هم خیلی ملاها هم هستند. حالا که آخی را بگیم همش وظیفه زن غلط نیست. آخی وظیفهش هم که نباشد کردنش سنت است. همون تیغ گرفت یا همون لیزور را میگیرد مثال سری مرد می تراشد، چی جای گناه است؟ تراشیدن 100% درست است، باکی نداره، بلکه ثواب میگیرد. یکم سوال. السلام علیکم. آیا ابورت جایز است؟ ابورت جایز است. ابورت کردن یعنی در زنها میگویند تا 4 ماهگی اگر زن خواهد که مثال همون شکم بدگی خچ تازه کند، حقوق دارد، اسلام هم رخصت میدهد که رفته تازه کند. لیکن 4 ماهگی شد الکی جان در بدن این کودک در آورده می شود از روی آیت ها و احادیث های پیغمبر. این صورت در وقتی که وی ابورت میکند الکی همچه قاتل نفس به حساب می رود، یعنی همچه آدم کش به حساب می رود. برای تا 4 ماهگی اگر مثال خواهد همون زن یگان سبب های داشته باشد می تواند که ابورت کند، اینجا گناهگار نمی شود. دوم، یک داملا مهمانی آمده بود، گفت که با میکروفون گپ زدن حرام است. همون مهمانی خچه کند. ما به مهمان هم خودمان میدونیم شکر خدا که با میکروفون درست است یا نادرست است. فتوای مهمان ما در کار هم نیست. شکر خدا هم کتابی جمع کردیم داریم که دیگر نه با مهمان در کارمانه، نه مولوی و نه اولیا. شکر خدا همش حل است. الحال یگان کمبودی الحمدلله در بین داملاهای ما و شما نیست، همه مسئله جوابش مییابد. برای همین هر مهمان که آمد همون مهمانیش کند. دیگر میکروفون حرامه، دیگرش حرام است، این حرام حلالش هم خودشون حل میکنه. اگر میکروفون حرام باشد همون خانه همون ملا رفته بینه که همین گازی که میسوزیم که همین گاز هم حرام است. خب برای دوره پیغمبر در گاز نبود. این چراغایی که خانه در شب در میتیم اینا حرام هستن. خب دوره پیغمبر در چراغ نبود. این جلک ها دوره پیغمبر در نبود، پوشیدنش حرام است. خب اون ماشین هایی که میشینن راحت کده رفته آمده استن اینا هم حرام هستند. برای انمو ملایی که انمیره میگد حرام است، برای ما حلال است. چی جای حرامی دارد وقتی که صدای مرا اطرافی ها همه میشنوند؟ چی جای حرامی دارد؟ اینا همون ملاهای هستند که بیچاره تا حال چشم شورانه کشادن. آن چیزی که در همون پیش دیدن کتاب قدیمینه همون را قپیده ایستادگیان. دیگر این پیشرفتی دنیا و زمانه با اینا هیچ دخالت نداره.
همون ملا کار شکند برود دیگر مهمانی شکند. سلام علیکم داملای عزیز. زنی اکه را گرفتن درست است در اسلام یا دادر زنی اکه را بعد وفات اکه یا دادر درست است؟ اگر مثال وقتی که برادرت از دنیا میگذرد یا دادرت از دنیا میگذرد، یعنی علاقه زنی او برای تو بیگانه می شود، اسلام رخصت می دهد که چی زنی اکه باشد چی زنی دادر باشد در نکاح خود درآری. اینم به خاطر همون فرزندهایی که باقی مانده است. اگر فرزندم که نداشته باشد رخصت است که همون زن از اوی که در بدر می شود و دستی به زنا می زند و مثال شأن شرف همو اولاد می ریزاند، اگر همو برادر یا اکه‌ای که وای در نکاح می دارد این جایز است. این سخن خدا و پیغمبر است، درست است، یگان باکی ندارد. می نویسن که دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا خیلی تعریفات کردن، تعریفات چه نمیخوانیم. من از شما یک خواهش احترام دارم که من در قشلاق کارز بالا ملا سلطانی میگویند در آنجا استقامت میکنم. من آدم‌های را میبینم که کارهای ناشایسته را میکنند و گپ‌های هرخیله میگویند. من باشم به آنها گفتم و میگویم که شما یک بار عقلا امر معروف را گوش کنید یا اینکه شنوید، بعد میفهمید که در دنیا چی گپ و خبر است. وایها باشند مرا سرزنش میکنند و ملاها را تحقیر کرده دشنام میدهند و میگویند که دنیا از دست ملاها جزیر شده است. از شما حاجی محترم خواهشی ضرور دارم که در حق این بدبختها چی گفتنی دارید؟ مرحمت با طور آشکارا پاسخ دهید. البته مثال سخن اینها هم از یک جهت حقیقت دارد. چه حقیقت دارد؟ در اصل همین مردمی که اعتقادشان از ملاها پریده است دیدن که بسیاری ملاها اصل نامشان ملا بوده است. اصل نامشان ملا بوده است، در اصل ملا نبودند. ملا باید که دائم خدمت بر اسلام کند و دائم دلسوز اسلام باشد. وقتی میبینن همین گپ‌هایی که ملا را به گفتش بکن به کردش نکن، اینا هم از دست همون بعضی ملاهایی که گفتن و نکردن ان همین مقاله ها پیدا شد. باید ملا هستی اصل ملا شو، حقیقت گفتن بگیر. اگر چنده که ملامت زیاده میشنوی، هزار اگر خط پرده پوش کنی، هزار اگر با چین دل همو کلان ها هم که کار کنی، همو روزی که اگر یا تبدلات شد اولین آدمی نابود میکن تا هستی. دیگر آفتاب به دامن پشانده نمیشد که کن من ملا نیستم گفته و حالت دخته پنهان کنی، اولین نفر میکشن تا هستی. برای همین چیکار کردن در کار؟ همین ملا میشه ملای اساسی شد. ملا نمیشه این مثال با سله و با کله و با جیلک و با منافقی مثال راه یافتن در بین مردم بسیار بسیار گناه کلان است. امروز تمام ملاها را از پشت مثال یک ملا یا دو ملا تحقیر میکنن. به خاطر چی است؟ به خاطر که همون ملا در اصل مثال ملا نیست، همون نام ملاگی دارد. شاید مسجد نمی رود، شاید که خیر خدایی شود بعد مثال مسجد ها رود. همون ملا مثال معرکه های می شود که اسلام او را رخصت نمی دهد. مردم اینا که می بینن اعتقادشون از ملا می پرند. لیکن اصل شما هیچ گام اعتقاد شما از پیشواها و ملاهای شما دور نشود. ملاها در بین شما برادرای عزیز مثل همین چراغی که روشنی میدهد مثل همین است. و ملا البته به البته در نزد خدا هم قدر دارد، باید در نزد شما هم احترام داشته باشد. کسی که مثال دشنام میدهد اگر از جهت نافهمی باشد و یک سبکی دارد، لیکن کسی که اگر دیده و دانسته ملا را بد میبیند و مثال دشنام میدهد، این حالت دوای گناهگار میشود. من چیز دیگر نمیگم برای این. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، پیش از همه به شما عمر دراز و وطن صحت و دل بیغم خواهان هستم. من خیلی فخر میکنم که در شهر کولاب باستانی زندگی میکنیم و این خیل حاجی را صاحب هستیم.
من از شما یک خواهش دارم که به سوال من پاسخ گردانید. در کتاب قرآن گفته شده است که بعد نماز بامداد، یعنی بعد از فرض نماز بامداد، یگان نماز نیست. اگر بعد نماز بامداد نماز نفل یا یگان نماز دیگر خوانی، این درست است یا نه؟ خواهش دارم این سوال را پاسخ گردانید. با احترام، من یک مخلص امر معروف شما هستم. یعنی من اول همون آیت هم می نویساندین که در کدام جای قرآن گفتگی است که بعد نماز بامداد دیگر هیچ نماز نیست. خوبش این میشد، لیکن بعد نماز فرض بامداد خواندن نمازهای نافله جایز نیست. یعنی نمازهای سنت، نمازهای نافله را خواندنش در مذهب ابو حنیفه جایز نیست خواندن تا آفتاب برآمدن. آفتاب که برآمد، بعد نمازهای نافله را، یعنی نمازهای زیادتی را خواندنش از روی مذهب ابو حنیفه چی می شود؟ جایز می شود. یعنی بعد نماز فرض تا برآمدن آفتاب، اگر مثال شما اگر نماز قضایی خوانین باکی ندارد، نمازهای قضایی را خواندنش درست است، باکی ندارد. یا نماز جنازه باشد باکی ندارد. یا سجده تلاوت برای 14 جای قرآن که سجده تلاوت دارد اگر ادا کنید باکی ندارد. فقط نماز نافله را، یعنی نمازهای زیادتی که در مثال شکر وضو میخوانین، تحیه مسجد میخوانین و دیگر مثال در حق پدر و مادر، اینها را بعد فرض دیگر اجازت نمیتن. یعنی همین بعد صبح که دمید فقط سنت و فرض هم بامداد خوانده میشود، خلاص. نمازهای نافله فقط تا دم صبح است. صبح که دمید اینها را دیگر خواندنشان از روی مذهب ابو حنیفه جایز نمیشود. السلام علیکم داملای عزیز. من شنیدم که نماز قضا شود فرض میخوانی، سنت نمیخوانی. درست است؟ البته نماز که قضا شد فقط همون فرضاش میخوانین و دیگر سنت نمیخوانین. یعنی فرضها قطعی نماز ویتر خوانده میشود و خلاص، دیگرهاش خوانده نمیشود. السلام علیکم بابای داملا. خواهش میکنم با این سوال من جواب درستتر جواب دهید. اگر پدر پسر را بگوید که به بازار رو، پسر بگوید که وقت نماز شده است، من به نماز می روم، آیا این ناگپگیری می شود؟ البته مثال پدر و مادر پیش از آنه که مثال فرزند پای کار می گیرن، اگر فرزند گوید که مثال پدر وقت نماز شد، من باید که رفته اول نماز خوانم بعد از پای مثال سخن شما شوم، پدر گوید میلش بچم همراه بچه خود باید که به مسجد آمدن نماز خواند، این افضلتر و بهترتر است. لیکن اگر ضرور باشد پدر بیمار است یا دیگر مثال وقتی فرزند نماز خواند بعداً مثال شاید که یگان فلاکت و یگان بیماری پدر زیاد شود یا یگان تشویش باشد، این صورت فرزند سخن پدر مثال قبول میکند، به مسجد نمیاد و رفته از پای مثال همان بازاری پدرش میشود. لیکن اگر هیچ مثال کار نباشد، هیچ مثال تشویش نباشد، بیماری نباشد، باز بازم این پدر گوید که بگذار همون مسجد از پای مثال سخن من شو، اینجا هم از پای سخن پدر میشود لیکن گناهکار پدر است. دوم، الله اکبر چند معنا دارد؟ همون الله اکبر از همه معنای مثال ساده و عیانش همین است که خدا بزرگ است. الله اکبر این بزرگی را میدهد، خدا بزرگ است. از همه ساده و عادیش همین است. السلام علیکم داملای عزیز. بجای برابرم از نام یک مخلص شما. داملای عزیز و بجام برابرم از نام یک مخلص شما. یکم، بعد سنت پیشین تا انتظار جماعت فرض نفل گزاریدن ممکن است یا نه؟ اگر گذاشت چی می شود؟ یعنی بهترش که نگذارد. مثلا سنت پیشین که خواندین، سنت همین است که تا فرض پیشین با ذکر مشغول شوید، مثل سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، با این مشغول شوید. این بهتر است، اینش نزدیکتر است با سنت. لیکن اگر دل شما قرار نگرفت و بعد یا اگر یگان مثال نمازهای قضایی را اگر خوانین، یعنی این گناه نآمده است در مسئله، لیکن اگر خواندینم نخواندنش بهتر، همون نخواندن بهتر است. همون ذکرها تو نکنین تا نماز فرض،
بعد مثال فرض خواندن و سنت پیشین خواندن، انا مرحمت تا عصر دیگر فرض داری نفل داری، اینش بهتر است. درباره تسبیحات گفتید، اما در تسبیحات نام اولا و نام محمد ذکر شده است. از این خاطر در روی مالیدن ممکن است یا نه؟ البته وقتی که اگر تسبیح هایی که داریم، مثال بعضی آدم تسبیح میگیرن تسبیح میگرداند و بعد همون تسبیح ها را در روش میمالد، این گونهش اینش سنت نیست، این بدعت است. این مالیدن در رو معنی نداره. چی در کار؟ مثال تسبیح را میگیری و در چهرت میشکی میمالی، یا اینکه مثال اون ختم خوجه میکنن، سنگ بسیار را میگیرن تسبیح میگردانن و بعد همون سنگا را میگیرن بوسه میکنن. این حرام است. سنگ بوسه کردن حرام است. حضرت عمر میگه وقتی که طواف خانه کعبه میکردن، همون سنگ حجر الاسود که حاجیا وقتی زیارت میرون و سر خدا مثال میدرارن، همون سنگ سیاه را بوسه میکنن. حضرت عمر میگه هم سنگ بوسه کردن و گفتن ای سنگ، گفتن به خدا قسم من دیدم که پیغمبر تو را بوسه کرد و الا من به تو احتیاجم ندارم و تو را بوسه هم نمیکنم. یعنی هیچگاه یکی قبر بوسه کردن، یکی سنگ بوسه کردن، اینا حرام هستند. اینا را نه در دیده هاتون بمالین نه بوسه شان کنید. تسبیح گردانید تمام کشالش کنید یا در همون پیشت بگذارش. سیوم مرد زن میگیرد و زن اولش مرده است، میگویند که در بالای قبرش برده آب ریزید. چی معنی دارد؟ آیا رواست؟ نه دروغ است. اینا بیچاره چند کس ما را گفت. یا خیالش 1 سال حالان که عده پایستن از برای زن است. اینا حقوق شوهر بلندیش نشان میدهد که وقتی که اگر شوهر از دنیا گذشت، زن باید که 4 ماه و 10 روز انتظاری میکشد، بعد 4 ماه و 10 روز و شوهر میکند. لیکن برای مرد عده نیست. یعنی زنش که مرد حقوق دارد کدام روزی را که برای خودش انتخاب، اگر فرداش هم که زن بگیرد و گناهگار نمیشود. اگر 3 روز پس هم که زن گیرد گناهگار نمیشود. 1 هفته پس هم که زن گیرد، 1 ساعت بعد هم که زن گیرد گناهگار نمیشود. یک آدم بیچاره گفت که 1 سال مرا گفتن در محله من که میستی پنجشنبه‌های زن تا تمام میکنی، بعد 1 سطیل است یا که ممکن یگان ماشین آب است، میبری در بالای قبر همون زنک میریزی، دلی او را ای دنیا خنک میکنی، بعد زن میگیری. باور که نمیرد همه آدمی با عقل نخواهی رو باور کنه. اینا باور کنه یک خنداور است، نخواه که مثال در بالای قبر دلی او را ای دنیا چی خنک میکنی دیگر. او کایها مردگی است بیچاره. او دیگر در او جسد اگر 1 سال پس بره او را خاک شیدگی است، او را گجاش دیگر خنک میکنی. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنید. برای مرد خدا اجازه داده است کی که میخواهد زن گرفتن بگیرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک گروه به نماز جماعت خانی به کلاب می آمدیم. مرد قرآن خانه به ما چنین گفت که سگ ما و جای دیگر می جکیم. چی می شود بابای داملو؟ مرا با تمسخر کردن شما در حق همین خیل آدم چی می گویی؟ با سلام یک گروه مخلصان شما. اگه قرآن خان بیچاره بسیاری قرآن خانی هستن که رسول اکرم میگوید بسیاری قرآن خانی هستن که همون قرآن هم به اونها لعنت میگوید. اگه قرآن خانی دلیلی او را ندارد که تو را از نماز جماعت آمدن من میکنه. برادرها از دوشنبه می آیند، از حصار می آیند، با امید ثواب می آیند که چند قدر راه زیاد طی کنیم و امر معروف گوش کنیم تا که در نامه اعمال ما خداوند ثواب بنویسد. خدا رحمت کند. محمد صاحب ایرانی را میگوید در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود، تیر کج چون از کمان بیرون رود رسوا شود. همین آدم جاهل از سخن گفتنش الان شما میفهمید. همین سخنی که وای گفت این علامت جاهلی وای نشان میدهد، علامت بی‌عقلی و بی‌علمی همون آدم نشان میدهد. که یک آدمی که سعی دارد کوشش دارد که رفته در یک مسجد
نماز جماعت خوانم، امر معروف گوش کنم، با این گونه مثال سخنهای قبیح پیش راه او را میگیرد. محمد صاحب ایرانی میگوید مخور صاحب، خدا رحمتش کند، کلیاتش نزد ما هست، مخور صاحب فریب فضل امامه زاهد. امامه زاهد گفته سله را میگن، میگد که از همه سله دارا فریب سله دارا نخور. میگد مخور صاحب فریب فضل، فضل گفته سله کلان میگن، مخور صاحب فریب فضل امامه زاهد که در گنبد ز بیمغزی صدا بسیار میپیچد. همین گنبد ابین میگه یک گنبد کلانه که درش خالیه، ها بگو ده بار ها 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 میگن. همون کله همون آدمایی که این گونه سخنها را میگن و سله ها در تار سرشان مثل گنبد همون خالی است، هیچ ندارن اونا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی، اول بخشش از شما. در رضا بودن پدر و مادر یک چند سخنهای مبارک میگفتی. این سوال اولی من است. دوم، معلمانی که از خوانندگان یا اونیورسیته یا کالج از اگزامین یا زچات پول میگیرند، آیا برای مسلمان این حرام است یا نه؟ التماس اکای حاجی به سوال ما جواب پره میگفتید، دل ما قرار میگرفت. البته درباره پدر مادر ما کسیته ها داریم، برادر عزیز مراجعت کن، از همون کسیته ها به نهایت بهره زیاد میگیری. دو کسیته خاصه درباره احترام پدر مادر است. اگر مثال چیزی که خواهی از داخل اونها تو البته یافت میکنی. و سوالی که معلم ها چه از اونیورسیته باشد، چه از اینستیتوت باشد، چه از مکتب های میانه باشد، چه از کالج ها باشند، برای زکات و برای مثال بها گرفتن وقتی پول میگیرن، باور کن خیانتی در جمعیت کردگی هستند. به حد خیانتی کلان میکنن. برای دهنده در زمان ما گناه نیست، اگر چنده که رسول اکرم میگوید الراشی و المرتشی فی النار، کسی پاره میدهد و کسی پاره میگیرد، هر دو در آتش دوزخ هستند. امروز جزای پاره را دیدیم. با مثال با پاره بیچاره میخواند میآید، امروز باوری داریم که فرزند من مدینیستوت خوانده است، دکتر شده است. همه او مثال زکات ها و همه او بها با پول است. او از کجا مثال تجربه دکتری دارد؟ او از کجا مثال فرزند ما اترا نجات داده میتواند؟ برای چی نمیتواند؟ برای که وای معلمش خیانتکار بود، وای معلمش آموخته کرد که همین پول بده نخوان دیگر، خواندن تو حاجت هم نیست. آیا همین خیانت نیست؟ از این ده خیانتی کلان دیگر وجود ندارد. هر یک فرزند مثال هر یک پدر و مادر باوری دارد که فرزندش در فلان مدرسه یا مکتب میخواند، وقتی که وای با پول میخواند این معلوم است که عاقبت وای چی هست. و البته آدم دهنده در این زمان ما گناهگار نمی شود، زیرا اگر حاضر ما فرزندا مانده از جهت فرزندا ما پاره ندهیم و دیگر داخل نمیکنند. فرزند ما دیگر در او یونیورسیته یا که در مثال همون مدینیستوت خوانده نمیتوانند تا اگر پاره ندهیم. امروز پاره ما میدهیم، لیکن همون گیرنده ها گناهگار هستند، دهنده ها گناهگار نیستند. بسیار عملی زیشت است. شهر دوشنبه، بوربت 56 صنوبر. السلام علیکم داملای عزیز و محترم حاجی میرزا، اینا بر ما دادن. من با همراهی خواهرانم از دوشنبه آمدیم و امروز به دیدار شما رسیدیم. ما در خردسالی امان از پدرمان جدا شدیم. پدرمان را ماشین زد و او مرد. مادرم که الحال جوان است و شوهر برآمد و از آن شکرانه میکنم که او بسیار آدمی خوب است و امروز که من 14 ساله نماز میخوانم. از شما داملای عزیز التماس میکنم که مرا و خواهران مرا و پدر و مادر مرا دعا کنید. خدای مهربان این خواهر اسلامی را همراه همه خواهرها و پدر و مادرش خدایا مغفرت گناه بکنی و مراد و مطلب هاشون خدا حاصل کنی. آمین یا رب العالمین. یک سوال بود بسیار از ما خواهش سخت کرده بودن از دوشنبه.
السلام علیکم داملای شیرین سخن. این سوال از نام یک خواهر شماست. التماس به سوال من جواب گویید. من برادرم را با نمازخوانی دعوت کردم. اگر من او را یاری رسانم ممکن است؟ سوال دیگر: از وفات پدرم 2 سال گذشت. آیا من به منزل پدرم روم ممکن است؟ چنانه که میگویند رفتن زن به منزل ممکن نیست. التماس به من جواب پر دید. با احترام خواهر عزیز شما. البته می توانید شما اون برادری که دارین یا پدری دارین شما نمازخوان کنین، در نماز یاردم کنین، این باکی نداره. این البته ثواب میگیرین. لیکن به سر منزل پدر مادر رفتن، اگر چنده که حدیث ها برای رفتن هم هست، مثلا سخن فقها هم برای اجازت هم رفتن هست، لیکن الحال عالم های بگیم آخر معاصر حاضره ما و شما اجازت ندادن که زنها به سر منزل ها روند یا به زیارت مزارها روند. یعنی این ده اجازت ندادن. گفتن نرفتن زن برای منزل، برای دعا کردن، مثال برای اولاد اجدادش به قبرستان ها، این بهتر است. از این خاطر همون خواهری که مثال میخواهد در حق پدر و مادر دعا کند، افضل و بهتر همین است که در خاندان 2 رکعت نماز خوان در حق پدر و مادر ببخش. انشاءالله این بهتر است و این ثوابش زیادتر است. سلام داملای محترم، از شما خواهش و التماس میکنم با همین سوال من جواب گردانید. گویا که عمر خیام در جماعت مس بود و در دستش پیاله می. به ناگاه پیاله از دست او می افتد و می شکند. شخصان گرد و اطراف او را تماشا دارند. او باشد این شعر را می خواند: ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، بر خاک زدی می نابی مرا، خاکم به دهن مگر تو مستی ربی. بعد خواندن این مصرع ها در روی او سیاهی پدید شده است. بعد خواندن دیگر شعر سیاهی در روی او ندیده شد. همانا ناپدید می شود که چنین بوده است: ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، هر کس که گناه نکرد چون زیست بگو، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. بعد از این جماعت و از واقعه روی داده او را اولیا خواندند. آیا این 8 مصرع شعر ضد دین هست یا نه؟ و واقعه با عمر خیام چنین بود یا نه؟ ما بین من و 1-2 شخص بحث شد. من در جواب گفتم که با واقعه روی داده شده باوری ندارم. بنابراین از شما یک بار دیگر التماس شعرها را با پررگی تحلیل کرده و واقعی که بحث می رود با پررگی شرح دهید. مخلص اشدی شما از دوشنبه اسرائیل. افسوس می خورم که از سبب راه دور در امر معروف شما اشتراک ندارم. به هر حال که از روی کسیته هایتان شما را نغز می شناسم و احترام می کنم. خدا نگهبانتان باشد. یعنی این واقعی که به عمر خیام گویا شده باشد که وقتی در دستش مثال پیاله می بود و وقتی که میخواست که همین می نوشد که همون می با همون ابریقش با همون ظرفی که داشت در زمین زد و شکست و به سوی پروردگار گفته: پروردگار تو ابریقی مرا شکستی، آیا تو مست هستی؟ این سخن در آخر حضرت عمر خیام گفته باشد. وقتی که این سخن گفت خداوند در حال میگه چهره عمر خیام سیاه کرد و بعد این باز چی گفت؟ ناکرده گناه در این جهان کیست بگو. یعنی پروردگار کی هست در دنیا که ناکرده مثال حیات برده است و گناه نکردگی هست؟ کی هست همیشه گفته؟ این وقتی این 4 مثال خون بعد این باز رویش سفید شد گویا. آیا همین واقعه اصل دارد؟ این دروغ است، باور کنید. منم باور ندارم. منم در یگان کتابم ندیدم، لیکن اگون ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. کسی نباشد، چه اولیا باشد چه مثال همون دوستان خدا هم به درگاه خداوند این گونه ناز کرده و ای پروردگار تو مستی گفته، این ده هیچ کس قدرت نداره. این گونه معامله هم بر خدا کردن، این باور که این در عقل انسان جا نمیگیرد. من یک حدیث حضرت عمر را نویسانده میخواهم که برای شما خوانم.
حضرت میگوید یک مرد راه میرفت، در راه رفتن بسیار میگه ایتا خاکسار بود، خاکساری کرده، گویا گردن پست زمین تماشا کرده میرفت. حضرت عمر گفتند لا تمیت علینا دیننا اماتک الله. این مرد گفتند سرت بردار، گفتند تو آدم مسلمان هستی، تو خطا یک باطر بگیر، یک آدم با قوت بگیر. گفت دین اسلام را بر ما نمیران، گفت خدا ترا هلاک بگرداند. یعنی چند قدر مثال راست باش گفته است. خطا همچه خاکسار ای ذلیل نگیر. باز میگه در دیگر شخص دید، میگه که بسیار شکسته بود. میگه اونا چی گفت؟ ارفع رأسک فإن الاسلام لیس بمرض. سرت بردار، گفت ای مرد، گفت اسلام بیمار نیست، گفت اسلام را بیمار در چشم مردم نشان نده، گفت سرت بردار. گفت یعنی با غیرت باش. یعنی ما و شما هم باید که چنین حکایه ها قطعی مثل که گویا یک ضربه در همه اسلام میزنیم، گویا که اسلام هم مثل یک افسانه نشان میدیم. همچنان هم میگن که گویا که برق ولی وقتی که مست شده است با همون عصاش در عرش الهی زده باشد. اینا دروغ هستند، اینا را باور کردن در کار نیست. این کتابچه هایی که برآمده است اینا نه آیت نه حدیث نه. در یگان کتاب معتبر آمدگی نیست که مثال حضرت برق در عرش پروردگار با تیاقی خود زده باشد و گفته باشد که خداوند یعنی چی پیشنهاد کرده است، یک دوزخ گویا که نابود کرده باشد. اینا افسانه هستند، اینا را باور کردن در کار نیست. اینا مثل همونا هست. یعنی هیچ وقت عمر خیام بسیار فیلسوف کلام بودند، بسیار آدم خدا ترس بودند و عرق نوش نبودند. برای چی عرق نوش نبودند؟ زیرا حضرت حافظ بینین در مصرع شعریش میگه المنت لله که دری میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. اون می که میگوید ما در مصرع‌های شعری ذکر میکنیم، حضرت حافظ میگوید اون می میگد اون می مجازی نیست، از وی همه مستی و غرور است و تکبر. این می مجازیه که این می که مردم در دکانها میفروشن و مینوشن، اینا میگه از اینا فقط غرور تکبری مثال و خاری و ذلت است و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. آن می که ما میگویم در مصرع‌های شعری همه این عاجزی را نشان میدهد، همه این یک سرخمی ما نشان میدهد. این می ما اون می نیست میگوید. از این خاطر اون می که عمر خیام هم ذکر کرده است، اون می همش عشق خداوندی هست، همه او عشق اسلام است، نه این می اساسی که مثال امروز مردم های می نوشند. السلام علیکم استاد عزیز. اگر در پهلویت زنت یا خواهرت یا ینگت نماز خواند، نماز فاسد می شود یا نه؟ این اگر در خانه شما نماز می خونین، یکی مادر در پهلوت نماز می خواند، زن در پهلوت نماز می خواند، ینگت در پهلوت نماز می خواند، خارزاد در پهلوت نماز می خواند، اینا در 4 شرط است. یکم شرط چی است؟ یکم نماز هر دی شما یک نماز باشد. مثال اگر هر دو نماز پیشین میخونین، اون کس در تو اقتدا کردگی باشد. یکم شرطش در پهلوی تو میسد، در تو اقتدا میکنه، تو امام میشوی و وای مقتدی. دوم نماز رکوع سجود دار باشد، یعنی نماز جنازه نباشد، نمازایی که رکوع سجده دارند، مثل نماز پیشین. سیوم زن اهل شهوت باشد، یعنی زن پیرانسال نباشد، زن جوان باشد. چهارم شرط این که بین تو و بین زن یگان حائل نباشد، یعنی یگان چیز ستره نباشد. این صورت اگر در پهلوی تو ایستاده نماز خواند، نماز تو فاسد میکنه. اگر مثال زنی تو هست، خواهری تو هست، در پهلوی تو میستاده، با تو اقتدا میکنه، لیکن برابری تو میستاد در یک نمازین. دوم این که همون زن جوان است. سوم که نماز رکوعدار است. چهارم که بین تو و بین او یگان پرده نیست. این حالت اگر در پهلوی تو نماز خواند، نماز فاسد میکنه.
لیکن اگر وای جدا نیت کند تو جدا نیت کنی، اینجا در نماز شما فاسد نمیشد، اگرچه در پهلوی شما هم که ایست است. فهمیدین شرطی مسئله؟ السلام علیکم داملای عزیز، من خواهر اسلامی شما هستم. سوالی دارم داملای عزیز. ینگه دارم، دادرم که شوهر اوست او را دشنام زیاد میدهد و او در مسجد شما نماز میخواند. در این موضوع چیزی میگفتی؟ یعنی این برادری که عائله خودش دشنام میداده است، یعنی البته ما در این بابها صحبت داشتیم و باز میگم که البته یک حق زنها بالای مردها این است که ولا تقبح، گفتن پیغمبر، شما زنها را دشنام ندهید، این دشنام های قبیح نکنید، با زنها مثال با معامله خوب زندگی کنید. لیکن از همه امو زنها خواهش میکنم که مردها را تا همون حد نیارن که مثال همون مردها اونها را دشنام دهند. بسیارتر عیب زنها میشود، یعنی چنان معامله میکنن، چنان رفتار میکنن که همون عصب مرد ویران میشود. در حال باید دیگر کار اولش چی است؟ همون دشنام دادن است. اول از خواهرای عزیز التماس میکنم که مثال دائم کار کنن که اونها مهربان باشند، یعنی دائم در هر حالت مرد چیکار کنن؟ مثال دستگیری کنن، با مرد مثال مهربانانه رفتار کنن، انشاءالله اونها یگان دشنام نمیشنوند. السلام علیکم داملای شیرین زبان، ممکن است که برای مرد چله و زیره نقرگین، التماس جواب پر ردید. یعنی زیره نقرگین جایز نیست، لیکن اگر چله نقره باشد جایز است. کدام مردی که اگر میخواهد که چله اندازد، فقط چله نقره، دیگر غیر چله نقره، دیگر چله ها را برای خود چی آهن باشد، چی میز باشد، چی طلا باشد، اینها را اختیار نکنید. از همه بهتر همین است که ترک چله کنید. در همون مسئله ها میگد که اگر ضرورت نباشد چله نه اندازد مردها. یک اگر چی قدر محبت داشته باشد میلش چله نقرگین اندازن، اینش سنت است. لیکن اگر ضرورت نباشد باقی ندارد، دیگر حاجت هم نیست که شما مثال سله همون چله استفاده کنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ممکن است که در سر منزل سنگ با صورت مانند؟ التماس جواب پر را بگید. نه عن ان یکتب علی القبر شیء. یعنی در سر قبرها سنگ با صورت ماندن یا سنگی که اگر در او چیزی نویسانده باشد، اینها را پیغمبر نهی کردند که در سر قبرها شما سنگ‌های صورتدار و سنگ‌هایی که مثال در اون مصرع‌های شعری و دیگر تولد و دیگر نویسانده هستین، اونها را پیغمبر یعنی نویساندن در سنگ‌ها را منع کردگی هستند در حدیثات. از این خاطر همون سنگی که میبرین میمانین میلش همون را گذاریم برای یک نشانه در بالای همون قبر مثال پدرت مادرت بگذار ایستاد. لیکن دیگر باید مثال نقش نگار کردن و اطرافی او را مثال دیوال کردن دیگر، اینهاش رخصت نیست در اسلام. همه اینا اسراف می شود. بسیار خوب می شود در همون نزد درخت مثال هم پدرت مادرت یک درخت بشینان، یک درخت شینان امرا آب مثال همون سبز شود. الحال در مصیبت و مشکلاتی که شما گرفتار هستید، چی بیماری باشد، چی از دست دادن پدر و مادر باشد، چی فرزند باشد و چی حادثه های دیگر باشد، دعا کنید خداوند آن مشکلات برای شما آسان می‌گرداند. حضرت سلمان رضی الله عنه میگوید ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه ان یردهما صفرا. رواه ترمذی. پیغمبر خدا گفتند خدای شما زنده است، خدای شما هرگز نمی میرد، کریم است، سخی است. با این اقتدار و با این بزرگی که
خداوند شما دارد. پیغمبر خدا گفتن یستحی من عبدی، همون ذات از این مخلوق خود شرم میکرده است. با چی شرم میکرده است؟ اذا رفع یدیه ای یردهما صفرا. خدا میگوید من شرم دارم که این بنده نالایق، این بنده که سر تا پا گناهگار است، به سوی درگاه من دست بردارد و من دست این را صفر یعنی خالی بر بگردانم. کرم بین لطفی خداوندگار، گناه بنده کرده است او شرمسار. پروردگارا به حرمت این فضیلت دعا، به حرمت این خبرهای پیغمبر که دور کننده همه مشکلات بنده این دعا هست، ما هم دستی به دعا می برداریم و دعا میکنیم که اللهم انا نسألك عیشة نقیة و میتة سویة و مردا غیر مخزٍ ولا فاضح. ای پروردگار مهربان، این حیاتی که برای ما مقرر کردی، شاید 60 سال باشد، شاید 70 سال باشد، خدایا این زندگی ما را حلال و پاکیزه بگردان و برای حلال زندگی کردن خدای مهربان برای این قوم ما همه شرایط را مهیا بگردان. و خدایا خود فرموده کل نفس ذائقة الموت، بجز ذات من همه شما مرنده هستین. ای خدای مهربان، وقتی ما از این دنیا میگذریم، اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت، خدایا سختی جان کندن را، مشقت جان کندن را برای ما، برای این قوم ما خدایا آسان بگردان. و خدایا ما را به سوی خودت خجالت رهسپار مگردان، ما را در محشرگاهت خدایا شرمنده مگردان. خدایا ما را با ایمان سفر کردن در موفق بگردان. آرزوها و مرادها و مطلوبهای نیکی که در دل این بندگان تو هستند خدای مهربان برآورده بگردان. در این قوم ما شخصانی بودند که نماز می‌خواندند، الحال در عالم ارواح هستند و امید دعا و فاتحه این قوم ما را دارند. خدایا ارواحهای ما را، روحشان را شاد، قبرهاشان را پر نور بگردان. بیماری ها هست، بیماری های مسلمان های ما را، علال خصوص در اینجا یک بابای حاجی الحال مراجعت کردند، بابای حاجی سلیمان. خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. امروزها هوا گرم است، به همه ما و شما معلوم است. میخواهم که پیش از هر یک نماز شما سنت پیغمبر ادا کنین، زیرا در شستن بدنهایتان شما چنان مکافات میگیرین که از دست هیچ مخلوق نمی آید. این مغفرت گناه است. وقتی شما اگر بدنهای خود میشوین، تازه میکنین و به نماز جمعه میایین، خداوند با این ادا کردنی امر گناههای شما را مغفرت میکنند. پیش از نماز جمعه باید که همه شما بدنهای خودتان تازه کنین، شوین و اگر در سر تاقی هایی که داریم، به همه ما و شما معلوم است که به نهایت بوی بدی دارند. علال خصوص باز در همین تابستان وقتی ما و شما بالای سر میگذاریم، چی یک بوی بدی از تاقی های ما و شما بدر می شود که چگونه که از حدیث پیغمبری خدا بر شما گفته بودیم که هر لباس، هر بدنی که بویناک باشد ملائکه ها از او آزار می یابند. چگونه که البته بنده مؤمن آزار می یابد، ملائکه های رحمت هم
از بوی بدی ما و شما آزار می‌یابند. از این خاطر در زیرش میتوانیم ما و شما از همین عرقچین هایی که داریم استفاده کنیم و تاقیه ها را در مسجد میگذاریم. با این عرقچین ها که عرق پیدا نمیکنن نماز میخوانیم و بعدا باز در سر میگذاریم. کسی که میخواهد بعد از مسجد بیرون میشویم. بسیار خواهش میکنم که امروزها بسیار گرم است، کاری کنین که یعنی با بدنهای بویناک خود به نماز جمعه حاضر نشوید. بهترین لباس هاتون در برتون کنین، لباس های پاکیزه تونه. اگر مبادا در پهلوی شما برادری باشد که خواه جوربی وی بوی کند، خواه بدن او بر او خبر دهین که برادر بدن تو بوی میکند، جوربی تو بوی میکند، بیرون از مسجد کن، زیرا در جای پای و یک برادر دیگر سجده میکند وی آزار مییابد. بسیار خوب میشود که این مسئله ها را ما و شما بسیار با دقت باشیم، زیرا اسلام ما و شما پاکیزه است. ان الله النظیف یحب النظافه. خدا خودش پاکیزه است، خودش تازه است، پاکیزه ها و تازه ها را دوست می‌دارد. امروز چگونه ای که بر شما وعده کردیم که خیلی سوال های زیاد نزد من منتظر جواب هستند و یک قسمت اونها باز در خانه باقی ماند، یک قسمت دیگرش که الحال در این یک ساعت جواب میگوییم. از همه شما خواهش میکنم که خیلی با دقتانه به این سوالهای دادگی برادرهای ما و شما با دقت باشیم. انشاءالله ثواب جزیلی میگیریم. و جمعه آینده خدا خواسته باشد از فضیلت شوهر بالای زنها، که شوهرها بالای زنها چی فضیلت دارند، چی حقها دارند، چی حقوقها دارند، انشاءالله با شما جمعه آینده خبر میدهیم. داملای عزیز و داملای عزیز، اول و آخر از خدای واجب الوجود و بعدا از جمیع مسلمانان خواهانم که در حق فرزندان همه و در حق فرزندان من انشاءالله دعای خیر کنید. خدا از شما راضی باشد. فرزندان در غریبی خدمت و تحصیل کرده ایستاده اند، دریغ نداره. در حق من هم دعا کنید. شاد باش بنده نیک. یعنی ما دائم دعا میکنیم و باز دعا میکنیم که خدای مهربان اون فرزندهایی که از این دیار ما و شما بیرون از وطن ما و شما قرار دارند، چی برای تحصیل رفته باشند، چی برای به دست آوردن مال، برای بهبود کردن زندگی هشان، خدای مهربان سفرهاشون به خیر بگردانی و با مرادهای حاصل شده خدای به خاندان پس بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم محترم حاجی مرزا. خداوند همیشه شما را نگاه دارد و زبان شما را همیشه گویا گرداند که ما از این پند و نصیحت های شما راه راست را یافتیم و از کارهای بد دور شدیم و با شرافت موعظه های شما بسیار کسان راه راست را یافتند و همه جوانان ناحیه ما مخلص شما شدند. همیشه ثبت های کسیتوی شما را انتظارند و از شما خواهش التماس نمودند که همین شعر نویسنده را از زبان شکرین شما شنویم. التماس همین کسیت را ما بررسی میبریم و یک گروه مخلصان شما از ناحیه کلخازآباد از مسجد ملا عمر، اینجا یک شعر این برادر ملا عمر یعنی کتابت کردن از ناحیه کلخازآباد که این ما بهر شما خوانیم، میلش میخوانیم. هر لقمه که میخوری بگو بسم الله، هر یک نفس فرو بری یا الله، هر کار که میکنی خدا خواهد و گوی، کارت بر رواج میشود انشاءالله. هر کس که بود بنده آزاد خدا، شکرانه کند بداد و ناداد خدا. جز مهر خدا کی بود مهر دیگر،
که یاد کسی کند به جز یاد خدا. رفتن شاهان از پی در یوزدر، بیشکست کلاه و قدح و کوزگری. خاری بودا عاقبت عمر عزیز، بی طاعت و بی نماز و بی روزگری. البته این خدا رحمت کند این برادر مولا عمر بسیار یک شعری نیکی که همه از پند نصیحت عبارت هستند. اصلا شعر خواندن در اسلام این هیچ خلل و نقصی ندارد. یعنی شعری که اگر اون مذاق نباشد، شعری که وای دروغ نباشد، وای در اسلام خواندن این شعر هیچ غلطی نیست. برای همین خداوند در هر یک کلمه ای که این برادر ایجاد کردن، خدا حسنات در نامه اعمالش کتابت کند. السلام علیکم داملای عزیز. از شما خواهش دارم در حق پدر من و جمیع گذشتگان و مشکل دارم دعا کنید، در نگهبان خدا باشید. خدای مهربان این پدری که الحال این فرزندی که از جانب پدرش شاید که دعا طلب کرده باشند، خداوند این پدر هر مراد که داشته باشد حاصل بگرداند. اگر گذشته باشد خدا رحمت مغفرتش بگرداند. با این مشکلاتی که این بنده تو دارد، خدایا با فضل خودت اون مشکلات آسان بگردانی. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بابای داملا. سوال: موی سری که ما جوانان نیمش را بریده خود را زیبا میکنیم، این مو به نام تیتانیک مشهور است، جایز است کردنش یا نه؟ سوال دوم: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همگی 93 سال عمر داشت، 63 سال در دنیا، 30 سال دیگر در شب معراج. حقیقت دارد یا نه؟ یعنی این برادری که اولین سوال کردن که ما جوانها امروز مویهای سر یک قسمش میگیریم یک قسمش نمیگیریم، که به نام تیتانیک مشهور است. اصلا موی سر که حدیث ابو هریره هست، پیغمبر خدا میگوید من کان له شعر فلیکرمه. هر کسی که اگر موی سر داشته باشد بایستا که موی سر پاکیزه نگه بدارد. یعنی داشتن موی سر این گناه نیست، داشتن موی سر این غلط نیست، و تراشیدن موی سر هم غلط نیست، خطا نیست. بلکه وقتی که شما موی سر دارین و موی سر دوست می‌دارین، باید که باید تازه نگه بداریم، پاکیزه نگه بداریم. این هم چی است؟ سنت است. چی موی سر ماندن، چی پاکیزه نگاه داشتنش سنت است. این هیچ گناهی در اسلام ندارد. لیکن یک قسم موی سر تراشیده می شود، یک قسم سرش تراشیده نمی شود. یا اینکه مثال وقتی کودک تولد می شود، یک حق پدر همین است که موی سر کودک باید تراشد و مقدار همان وزن موی سر باید که طلا دهد. شاید 1 گرم میآید، شاید نیم گرم میآید، و یا به سامانی میگرداند، در فقیرها و مسکینها تقسیم میکند. همین بعض کودک ها را میتراشند و در پس موی سری و یک دمچک میگه ما، یک دمچکه میمانند دراز. همین ها را پیغمبر چی گفتند؟ چی همین تیتانیک و چی همین دمچکی که از پس سر کودک میمانند. این حدیث ابن عمر است که هم بخاری روایت میکند هم مسلم روایت میکند. پیغمبر گفتند که ابن عمر میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ینهى عن القضع. پیغمبر خدا از قضع من کردند. من شنیدم، میگوید عبدالله ابن عمر، از قضع من کردند. قیل لنافع ما القضع. حضرت نافع را پرسیدند قضع چی هست؟ یحلق بعض رأس الصبی و یترک البعض. پیغمبر گفتند بعض سرش را می تراشد و بعض سر او را باقی می ماند. این را قضع می گویند. پیغمبر از این قضع تمام امت خود من کردند. از این خاطر از همه جوانها همان طریق پس کردنی که این در دوره های شوروی بود که همه یک زیل پس می کردند، امروز ما و شما تقلید میکنیم. تقلید داریم به همون کافرهایی که امروز چه یک مصیبت کلان بالای مسلمان ها آوردگی هستند.
همان اکتیارهای امریکایی که همین تیتانیک و باز دیگر نمودهایی که برآمده است اونها مثال در سری خود دارند، امروز مسلمان ها همونها را دیده تقلید بر اونها کرده ایستادند. این گناه است، این گناهگار میشوید شما. کسی میخواهد پاکیزه تراشد و اگر نمیخواهی یک رنگ همشه یک زیل پس کن، این بهتر است از او یکی نیمی سر تراشیدگی و بالای سر در یک قسم هست. یعنی که امروز همون یهودی ها را شما نگاه کنین، در بین یک شاخ میگذارند دو طرف میتراشند. همون آهسته آهسته امروز تیتانیکش آمد، فردا همون شاخش هم در بین ما و شما پیدا می شود و این شرمندگی است. ما نخواه که در کافر پیرو شویم، نخواه ما تقلیدی در یهودی کنیم. همون یگان یهودی لباس شما را و همین طرز عرف و عادت مسلمان قبول میکند و قبول نمیکند و این کار را برای خودش پس میشمارد که لباس یک مسلمان را بپوشد. امروز ما و شما تقلیدی با اونها میکنیم، این به نهایت گناهگار میشود. شخص همان آدم سرتراشه که همینها را به این احوال میکند وی هم گناهگار است. خدا در قرآن میگه تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. شما یک برادری مسلمان در کار ثواب یاردم کنین، در کار گناه یاردم نکنین. پریگ مخر آوردن دخترها ما کمی کرده بود که امروز بچه ها به این احوال زدن. چی در تراشیدن موی سری بچه ها، چی در روز نکاحی که به یک بچه شما دختر میدهین، دخترتانه که سرتراش ها را میارین، ابروهاشون باریک میکنن، در چهره های روی های اونها چقدر کریم ها و چقدر کراسکا ها را میشکن، موی های سری اونها را پیشا و پسا را میبرن. اینها در پدر و مادر گناهگار هستند. اینها را شما اهمیت دید. باور که بے پروایی نکنیم. به خدا قسم اگر همین بے ناموسی و همین بے پروایی ما و شما باشد، دخترهای ما و شما همین 5 سال پس از غربی ها میگذرانند، 5 سال بعد دیگر از غربی ها میگذرانند. این معرکه های افلاسی که در بین ما و شما پیدا شده است. همه این در کلانترها البته گناهگار هستند. اگر پیش راه این کار نگیرن، بے پروایی کنن، غیرت اسلامیشان نشان ندهن، همش گناهگار میشویم. السلام علیکم داملای محترم. شیرین سخن از شما یک چیز را پرسیدنی هستم. آیا مایه گوساله را خوردن درست است یا نه؟ همین گوشت حلال ماندگی شما همین دنبی هر یک آی قدر گوسفند خدا حلال کرده است، گاو حلال کرده است، مرغ حلال کرده است. این قدر نعمت حلال خدا ماندگی شما یک چیزهای را سوال میکنید. امیر 3 بار شد میپرسد. آی قدر هوس داشته باشی رفته خوردن بگیر، حرام است. طبیعت آدم مسلمان نخواه که مایه گوساله و مایه بقه و دیگر خورد. این قدر مثال طبیعتی مثال غلیظ پلید است. شکر این قدر نعمتهای حلال خدا بسیار است که از اونها استفاده کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز. من از نام خودم عمر و شیرعلی، استقامت کننده کشلاک مهنت آباد خواجگی سفر فی ناحیه فرخار، من مخلص اشدی شما هستم. من یک شخصی از هر دو چشم عاجز و از حساب علم و معرفت بی سواد و به سبب گوش کردن فتنه های شما از خیلی مسئله های شرعی آگاه شدم و خواهش آن را دارم که در محفل های مستجاب دعا در حق من دعای کنی برای عفو گناهان و برای مجلای از بصر، یعنی از برای بینا شدن. از سبب زیست و عاجزی چشمها به دیدار شما موفق نشده ایستاده‌ام. اگر امکان باشد از فتنه های در روزهای جمعه ثبت گردیده به من هدیه روان کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملا از شما منتدار بسیار هستم که هر شب در مسجد فتنه های شما را گوش میکنیم. خوش به حالتان. خدای مهربان این
پدری که از دو چشم عاجز هستند. خدایا دولت پیری و ایمان کامل نصیب روزیش بگردان و جمیع مشکلاتهاش خدایا آسان بگردان و تنش تا دم آخر خدایا صحت و سلامت نگه بدار. آمین یا رب العالمین. اگر یگان نمایندش باشد بیاد انشاءالله از اینجا میگیریم، چند فیته در کار باشد میدهیم، هدیه برده در حق ما دعا کنند. السلام علیکم داملای عزیز، با سوال من جواب گویید. از پس آدمی که زنش را طلاق کرده است آیا نماز خواندن جایز است یا نه؟ یعنی آدمی که اگر زنش طلاق کرده باشد و در همون داخل باز امامی باشد که از اون ده افضل و بهتر باشد، این صورت ده از پس این امام نماز خواندن کراهیت دارد. یعنی در دل تو که شک شبهه هست، از این خاطر نماز تو اگرچه مقبول میشه در نزد خدا قبول است از روی فتوا، لیکن مادام شک شبهه که داری در نماز کراهیت پیدا می شود. اگر امام از اون دیده بهتر و افضل تر باشد مرحمت اون پیش دارند، لیکن اگر نباشد وای نماز خواند باقی ندارد در نماز شما. طلاق کردن زن او به نماز شما هیچ ضلالی ندارد. درود و رحمت خدا بر شما باد. من یک خواهش دارم و از شما مصلحت گرفتنی هستم. من در ماه ایول خانه‌دار می شوم و می خواهم که خداوند فرزند بر من دهد که او با شرم و با حیا و خدا ترس باشد. آیا این یگان راه دارد؟ یعنی این برادر می گوید در ماه ایول من خانه‌دار می شوم و از جانب خداوند فقط خواهان آن هستم که یک فرزندی با حیا و فرزندی خدا ترس برای من نصیب گرداند. آیا این یگان راه در اسلام هست؟ در اسلام برای زندگی نیک را، برای یعنی زندگی کردن بی نهایت برنامه های زیاده وجود دارد. از آن جمله من برای این برادر یک حکایه میکنم و از زن خود اگر این معامله را طلب کند انشاءالله خدا را فرزند خوب میدهد. میگوید در افغانستان یک زمان یک پادشاهی بود به نام دوست محمد خان. روز میگوید نوکرای او، خدمتگارهای او به او خبر آوردند که امیر دوست محمد خان بالای بیرون از شهر یک لشکر جمع شده است و میخواهند که با افغانستان هجوم کنند و این ملک ما و شما را تار و مار کنند. چگونه ای که امروز بیچاره مردم مستضعف افغان در زیر ظلم این یهود گرفتار است، باید همه شما وظیفه‌دار هستین که دعا کنین که خدای مهربان این یهود از بالای قوم مسلمان دور بگرداند. اونا هیچ وقت برای نیکبختی این مردم آمدگی نیستند، اونا برای افلاس، برای پلید کردن جامعه اسلامی آمدگی هستند. میگوید یک لشکر بیرون همان افغانستان قرار دارد، میخواهد که ملک تو را، سلطنت تو را همش برهم دهد. این دوست محمد خان غمگین شدند و یک فرزند داشتند. این فرزند را در حال وزیر مدافعه اعلان کرد، یعنی سردار لشکرهایی که در همون ملک خود داشت اعلانش کرد. با چند هزار لشکر سپارش داد که رفته با این لشکری که بیرون شهر قرار دارد با این جنگ کنید، بجنگید تا که اینها وارد افغانستان نشوند. این جوان، این پسر دوست محمد خان با همراهی لشکر بیرون شهر آمدند، با این لشکر بیگانه جنگ را آغاز کردند. از بین هفته گذشت یک نفر آمد و خبر داد امیر دوست محمد خان لشکری که با سرداری فرزند تو بود در برابر این لشکر شکست خورد و تلفات زیاد شد و فرزند تو از جنگ فرار کرد، پشت گردانید.
دوست محمد خان بسیار میگوید غمگین شد. در حال نزد خانمی خود آمد، نزد زنی خود آمد. گفت خانم گفت فرزند ما گفت در این جنگ شکست خورد و از جنگ فرار کرد، گریخت. چی شرمندگی. این خانم چی گفتند؟ گفتند دوست محمد خان این دروغ است، فرزند من از جنگ فرار نکرده است. این پادشاه گفت من برای تو از منبع‌های اعتمادی خبر داده ایستادم، تو در خانه نشسته میگویی دروغ. مرا از بین جنگ آمدن نفر خبر داد که فرزند تو از جنگ راه گریز را انتخاب کرد، لشکر تو شکست خورد، تو باشی میگویی فرزند من نگریخته است. گفت من بر تو گواهی میدهم که فرزند تو از جنگ نگریخته است و پشتم نگردانیده است. پادشاه به دل خود میگوید گفت که خیلی زن از در خانه است، برای تسلای دل خود اینا میگوید که غمگین نشود. از بین میگه 2 روز گذشت، شاید 3 روز گذشت، باز خبر آمد دوست محمد خان و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسندی او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گفت خانم گفت فرزند ما در این جنگ غلبه و آن لشکر بیگانه را شکست داد. الحال این زمان یا زمان دیگر نزد تو فرزند تو حاضر می شود. دوست محمد خان چی خرسندی او را فرا گرفت، دوان نزد خانم خودش آمد. گفت خانم گفت فرزند ما در این جنگ غلبه کرد، لشکر بیگانه را شکست داد. الحال منتظر وی هستیم، این زمان یا زمان دیگر در کاخ من، در قصر من داخل می شود. این زن خرسند شدند، مادرشان بودند و گفت من لیکن از یک سیر برای من آگاه کن. وقتی من بر تو خبر دادم که فرزند ما از جنگ گریخت، پشت گردانید، تو گفتی نه وی گریختگی نیست، وی فرار کردگی نیست. آیا این یگان حکمت دارد؟ این زن یا برای تو گفت یگان الهام آمده است، یگان خواب دیدی؟ گفت نه، گفت الهام برای اولیاها هست، من زن پادشاه هستم، از کجا بر من الهام می آید؟ زاره کرد، تولا کرد که برای من آشکار کن، تا از کجا درک یافته که فرزند ما از جنگ نگریخته است؟ میگوید این خانم اول خودداری کرد، نگفت و بعدا گفت مادام این قدر تولا و زاره داری، من برای تو خبر میدهم. وقتی این فرزند در شکم من پیدا شد، من نزد خداوند عهد و پیمان کردم که پروردگارا 9 ماه من از خوراک حرام پشت بگردانم. من لقمه حرام نمیخورم، حتی لقمه مشکوکم نمیخورم. لقمه که ندانم که حلال است یا حرام، از وی هم اعتراض کردم، از وی هم پشت گردانیدم. زیرا میدانم که طلب الحلال فریضه علی کل مسلم، پیغمبر گفتند طلب کردن حلال بر همه مسلمان ها فرض است. کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به، هر جسدی که از حرام آب و تاب میابد وی ارزنده دوزخ است. این زن میگوید من 9 ماه لقمه حرام نخوردم که لقمه من بر خون مبدل می شود و این خون در جسد فرزند می درآید و تأثیر خود در این فرزند می رساند. البته اگر مادری که لقمه حرام خورد، وی لقمه به خون مبدل می شود، در جسد فرزند داخل می شود و لقمه حرام در جسد آدم مسلمان وقتی که داخل شد، وی چیکار می کند؟ 9 ماه اعتراض کردم، 9 ماه از لقمه حرام دور بودم و این فرزند به دنیا آمد. و این شوهر گفت میدانی که پشت گردانیدن در جنگ این بی‌نهایت امر قبیح هست، این بدبختی هست. اگر تو میگفتی که فرزند تو در این جنگ شهید شده است، من باور میکردم، لیکن پشت گردانیدن در من باور نکردم.
زیرا این من به لقمه حلال به وای رسانیدم. این فرزند از لقمه حلال وقتی که به دنیا آمده است و به لقمه حلال وقتی پرورش کردم، این شجاعت و دلیری همه در وجود این فرزند تسلیم شدگی بود. محمد طیب میگوید که در پایان همین قصه وقتی که زن پادشاه وقتی که پرهیزکار شده توانیست، متقی شده توانیست، پس زن آدم عادی چگونه پرهیز کردن نمیتواند؟ وقتی زن پادشاه که تمامی نوش و نعمت دنیا در نزد اونها مهیا هست، بازم این وقتی که وای پرهیزکار شد، وای لقمه حرام در وجود خود که راه نداد، پس زنهای ما و شما آیا نمیتوانند؟ میتوانند. این برادری که از ما درخواست کردن اگر برای فرزند با حیا و خدا ترس اگر تو مقصد داشته باشی، یگانه میتوانی که لقمه حرام بر خانت حاضر نکن و زن خودم تعلیم ده که از هر لقمه های حرام استفاده نکند، انشاءالله فرزند سالم و صالح در خانه تو پیدا می شود. من یک منظره را هیچگاه فراموش نمیکنم. در یک کست ویدیویی که برای خنده ماندن اونم، که یک منظره خنده آور بود و هم مصیبت آور بود، من همون هیچگاه فراموش نمیکنم. وقتی زن را دیدم حامله دار بود، در همون کسیت حامله دار بود و همان شکمش آشکارا نمایان بود. یک معرکه هست، بچنان رقص دارد، حامله است، ممکن که همین روزهای نزدیک باید تولد کند، لیکن به نهایت همون معرکه رقص همون آباد گرفته است، رقص دارد. وقتی زنی که در حالت حامله با این عملهای درشت ناخوب وقتی دست میزند، فرزند او چگونه فرزند میشود؟ اگر وای دختر تولد کند، چی بچه تولد میسی خودش یک رقاصه است، این چی دیگر؟ وای دیگر یگان فایده نه در اسلام و نه در جامعه نمیاره. اگر زنهای ما و شما در حالت همون فرزندها در شکمشان بدن، پرهیزکار باشند، با نماز باشند، خدا ترس باشند، انشاءالله از اون فرزند ما و شما در آخر یک برکت میابیم. و الا اگر بیراه باشند، غیبتگر باشند، کوچگرد باشند، از اون دیگه تو فرزند خوب طلب نکن که زن به منزله زمین است. چگونه ای که همین زراعت ما و شما در زمین میپرتاییم که زمین و یا قوت میدهد، زمین و یا میرویاند، انا زنم به منزله زمین است. السلام علیکم. حضرت داملا درباره همین مرده‌شویی هایی که در معرکه ها از کمبودی شخصان مرده شده سخن میگویند، سیر آنها را آشکار میگویند، چیزی میگفتید؟ یعنی یک برادر از ما درخواست کردند که بعضی مرده‌شویی هست که مرده را میشویند و آن کمبودی هایی که در همون مرده هست در بین مردم آشکارش میکنند که بدن وی این گونه هست، بدن وی این گونه هست. آیا پیغمبر در حق اینها چی گفته است؟ پیغمبر میگوید من غسل میتا فکتم علیه غفر الله له 40 مرة. این حدیث حاکم است. پیغمبر خدا گفتند کدام شخصی که یک برادری مؤمنش را، مسلمانش را میشود، تازه میکند و آن کمبودی هایی که در بدن او میبیند و او را میپوشاند، خداوند 40 بار گشته و برگشته این مرد شوینده را، این غسال مغفرت گناه میکند اگر سیر این برادرش پوشانده بگرداند. در دیگر حدیث میگوید که و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامت. این حدیث متفق علیه است. کسی که عیب یک برادر، کمبودی یک برادرش ستر میکند، خداوند کمبودی های این مرد در روز قیامت میپوشاند، در بین محشرگاه شرمندش نمیکند. هست در اصل مرده‌شویی های هستند که در بین مردم تمامی کمبودی هایی که اون برادر دارد و ای را خبر میدهند. اولا برادرای عزیز، ما و شما باید دائم تیار باشیم. چگونه پیغمبر میگوید استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از آنی که مرگ بالای شما میآید، شما دائم آماده مرگ باشین. یعنی دائم کاری کنید که در بدنهای شما هیچ کمبودی نباشد.
تا که بعضی از این برادرای ما و شما سیری ما و شما را آشکار نکنند و ما و شما را در هم عالم ارواح هم چیکار نکنند، دقت ندهند، غم ندهند. مکن غیبت اگر عقلت تمام است. سعدی میگوید این غیبت است. مکن غیبت اگر عقلت تمام است، که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، به عیبی کس کجا پرداز آخر. همون آدمی که سیر یک برادر آشکار میکند، چه از مردشوش باشد، چه از معامله های زندگی ما باشد، چه در همسایه‌داری ما باشد، همون کسانی که وقتی سیر یک برادر آشکار میکنند خودشان به عیب هستند. وقتی اونها را سعدی میگه خودت نظر کن، تو سر به سر تو عیب داری، نقص داری، کمبودی داری، پس عیب یک برادر تا کجا میکاوی؟ کجا یک برادر تا تو شرمنده میکنی؟ حتی در بالای گناه برادر دیدی ویم بنده است، وی بی کمبودی و بی گناه نمیشود، وی آشکار در بین مردم نگو. حاتم اعصم خدا رحمت و مغفرت کنه، چه یک اولیای بزرگ بودند که پیش وی میگد مردم بسیار مراجعت می آمدند، هر گونه مشکلات هاشون نزد حضرت می آمدند، بیان میکردند، حضرت با آنها توصیه های نیک میداد. روز میگه یک پیرزن آمدند، یک کمپیر آمدن نزد حاتم اعصم، برای چی کمبودی زندگی داشته است. حضرت وقتی میگوید که نزد حاتم اعصم در آمدن، اعصم گفته عرب ها کر میگویند، این لقب حاتم اعصم امین کری از کجا پیدا شد؟ میگوید وقتی که امین کمپیر که نزد حضرت حاتم در آمدن، وقتی خواستن که میشینن که همین کمپیر بیچاره را بادش میگه بلند برآمد. حاتم میگوید اینو شنید و در حال گویا که نشنیده باشد. این پیرزن بی نهایت خجالت شد، دیگر قدرت نمیکرد که آن مشکلاتی که دارد نزد حاتم بیانش کنه. بی نهایت یک مقدار نشستن، حاتم هم خب بود، کمپیرم خب بود. بعد این کمپیر گشته گفتن ای حاتم، گفتن من یک مشکلات دارم نزد شما آمدم. حاتم بینین، آدم مسلمان بینین، برای آنه که همین کمپیر خجالت نشود، سیری وی پوشیده بماند، به سوی همین کمپیر گفت، مادر گفت بلند گپ زن که من کر هستم. بلند گپ زن، این گفت من کر هستم. میگوید این پیرزن باز بلند گفتند، باز حاتم گشته گفتند، مادر گفتند بخشش زیاد، من بی نهایت کر هستم، بلندتر گپ زنید. این کمپیر میگه در دل خود شاد شد که این عمل مرا این حاتم نشنید و خجالتش از بدنش گم شد. میگه همین حاتم بعد این کمپیر رو از خانه جواب دادن، این کمپیر 15 سال دیگر حیات دید. 15 سال حضرت حاتم در بیرون کوچه حتی که کر میگشت و تمام مردم و یک کر میگفتند. وقتی این کمپیر از دنیا گذشت، باز حضرت حاتم میگه اصل اوله خود باز همون با مردم معامله کردند و همان گوشش نوای خود باز در بین مردم آشکار کردند. این از حق برادری. شر نیست که هیچ آدم به کمبودی نیست، یگانه به نقص و به کمبودی همون ذات پاک است. همه شما گناهکار هستید. باور کنین اولادهاتون اگر ورق زنن چه کمبودی ها در اولادهای شما هست. شر نیست دختری فلانی این تکرد، زنی فلانی این تکرد، بچه فلانی این تکرد، اینا عیب هستن، شرمنده میشین. این زبان خدا برای این نداده است که عیب یک برادر آشکار کنی، عیب یک برادر تو بجویی. این زبان برای این نآمده است. بی نهایت شرمندگی هست. السلام علیکم داملای محترم. سوال من این است، بعضی از کسان در نماز با جامه و ریششان و انگشتانشان بازی میکنند، این چه حکم دارد؟ در اصل نماز این ستون دین است. نماز عبادتی هست که مسلمان را از کافر جدا میکند. یگانه عبادتی هست که بنده با خدای خود راز میگوید. باید که در حالت نماز
ما و شما هیچ حرکت ها نداشته باشیم، به هیچ طرف نگاه نکنیم، نه به انگوشمان، نه به ریشمان، نه به جاممان باید که بازی نکنیم. دست های ما و شما زیر ناف بسته، چشم های ما و شما فقط به سجدگاه باید نظر کند، نه به هر جانب دیگر. این نماز است. پیغمبر میگوید ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. شما خدا را چنان عبادت کنید که گویا که خداوند نزد شماست و شما را نظارت دارد. این چنین خدا را عبادت کنید. تصور کن که خداوند نزد تو و تو را نگاه دارد، انا همین خیل عبادت کن. میگوید روز پیغمبری خدا نگاه کردن که یک توده مردم با ریش‌های خود بازی میکردند. چی گفتند؟ گفتند لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. اگر دل همین بنده ترسننده به سوی خدا میشد، هر آینه این به بدن خود بازی نمیکرد. باید تمام اعضاهای ما از خدا بترسد در حالتی که ما در نماز راست میستیم. حاتم اصم باز میخواهم یک قصهش یادم آمد. همین حاتم اصم وقتی میپرسن که تو وقتی در نماز میخواهی که نماز خوانی چگونه نماز میخواندی؟ میگو وقتی نماز میشد من طهارت میکردم و در بالای جای نماز می آمدم، یک مدتی می نشستم که تمام اعضای من آرام گیرد. وقتی اعضای من آرام می گرفت راست می شدم و تصور می کردم که قبله در پیش من است و خود را تصور می کردم که در بالای پول صراط ایستادگی هستم و چنان تصور می کردم که در طرف راست من جنت است و در طرف چپ من دوزخ است و چنان تصور می کردم که حضرت عزرائیل در پس پشت من ایستادگی است و گمان می کردم که همین نمازی که الحال من می خوانم آخران نماز من هست. شاید که من به نماز عصر نرسم، شاید من به نماز شام نرسم. این تصور نگاه در خیال من می گذشت. و دیگر چیزی که مرا می ترسانید این بود که آیا این نماز من نزد خدا قبول شد یا نشد. حاتم اصم می گفتن این گونه من نماز می خواندم. البته ما و شما باید پیروی حاتم اصم باشیم، باید پیروی دوستان خدا باشیم، باید پیروی ابوبکر باشیم. ابوبکر میگه در نماز میدیدی گویا که یک چویی که در زمین خلاندگی است که حرکت ندارد، مثل همون نماز میخواند. حضرت علی میگوید وقتی نماز خوانی می آمد گویا که همین یک جریان الکتریکی زده باشد، میلرزید. میگفت من نزد خالق میستم، نزد ذاتی میستم که اگر در یک میجه زدن دنیا را چپه میکند، نزد او ایستادگی هستم، نزد ذاتی هستم که وای ذات گفتگی هست که این عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها ویشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. من نزد آن ذاتی هستم که همین نماز خداوند کوهها را پیشنهاد کرد، آسمانها را پیشنهاد کرد، بحرها را پیشنهاد کرد که همین نماز قبول میکنین یا نه. کوها میگوید حضرت علی با این بزرگی ترسیدن، گفتن ما نماز قبول نمیکنیم. و حملها الانسان، نماز انسان قبول کرد. پیشنهاد آدم کردن نماز قبول میکنی؟ گفت بله قبول کردن. وقتی که کوها با این بزرگی که طاقت نماز نداشتن، پس وقتی من نماز خوانم چگونه حرکتی در نماز کنم؟ انا همچنان باید که ما و شما نماز داشته باشیم. خدا رحمت کند صوفی الله را، همین عبادت های ما و شما را دیده میگوید که دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. دل جدا زبان جدا باشد. در زبان تو نماز خوانده ایستاده ای، لیکن دل این نمازی تو را تصدیق ندارد، دل تو در دیگر جا هست. دل جدا زبان جدا باشد، این کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر. جسم در خانقاه است، جسم ما در بالای جای نماز است، لیکن دلمان در سیر است. این چگونه عبادت است؟ میگوید دست در سبحه زبان در یاد، این چنین بندگی
دست در سبحه، زبان در یاد، دل در آرزوی دنیوی فریاد. در دست ما تسبیح داریم، سبحان الله سبحان الله میگیم، لیکن دل ما فقط محبت و میلش به سوی دنیاست میگه. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. بیرون تو میگوید اگر نظر کنیم تمام لباس اسلامی در بر تو هست، لیکن در درون مکر و فریبی ها وجود دارد. در آخر حضرت خشب غضبناک شدن، گفتند این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. اگر همچنان تو خدا را عبادت کنی، همچنان بے پروایانه عبادت کنی، از این گونه عبادت مردن تواری بنده بهتر است. السلام علیکم اکی داملا. در قبرستان ها بالای قبرها عمارت ها شده ایستاده است. آیا این درست است یا نه؟ در اصل امروز باز چه یک بدعت، چه یک بدبختی بالای ما و شما آمده است که بالای قبرها را چی بناهای زیبایی می سازیم، حالان که رسول اکرم نهی فرمودند ان یقعد علی القبر و یقصص ان یبنى علیه. پیغمبر خدا میگوید که من نهی میکنم، شما را باز میدارم اینکه در بالای قبر ننشینید. یعنی وقتی شما قبرستان رفتین بالای قبر یک برادر ننشینید. و دوم اینکه در بالاهای قبر شما عمارت بنا نکنید. در حدیث دیگر میگوید پیغمبر نه عن ان یکتب علی القبر شیء، شما را من میکنم که در بالای قبر چیزی ننویسانید، مکتوب نکنید. اینها نهی از پیغمبر ما و شماست. قبرهای ما و شما باید عادی باشند. بالای قبرها به نهایت خوب می شود که شما یک درخت شینانید و یا آب دهید تا وقتی که وی سبز است. وی در حق مرده های شما، اگر بعضی بچه های داشته باشند که تبارک خان نباشند، یاسین خان نباشند، از همین خیل فرزند همون درخت بهتر است که در حق هم پدر مادر وی تسبیح میگوید. این عمارت ها را بالای قبرها نکنید. بعضی ها باور کن رختی در قبرستان جای عبرت است و جای شهر نیست. باید انسان عبرت گیرد که امروز برادری من آمد، فردا من اینجا چکار میکنم، مکان میگیرم. بالای و اسراف است، اسراف. در مسئله ها میگوید که اگر قبرکن ببینین اسلام است، مبادایی که اگر در وقتی گراندن مرده خواه کرته خوده، خواه ساعتی خوده، خواه بیلی خوده، یعنی چیزی از اشیای دنیایی که با وی آدم محتاج است، اگر فراموش کند، در اسلام کندن قبر دوباره اجازت نیست. لیکن برای آنه که یعنی اشیایی که مردم به او احتیاج دارد وی در اونجا پوسیده و ویران نشود، دوباره کندن قبر اجازت است، تا که وی در داخل همین قبر اسراف نشود و ویران نشود. بین در قبر حتی در لحد خیشت پخته را ماندن مکروه است. میگوید برای به خیشت پخته مردم زنده احتیاج دارند. یا تخته نگذارید، میگد فقط همان توده خاک لایه که هست با همونها شما دهان لحد محکم کنید، تا که همون اشیای مالی که ما با او احتیاج داریم در داخل قبر اونها اسراف نشود، نابود نشود. به نهایت خوب می شود همون پولی که شما در بالای قبر صرف میکنید فقیرها و مسکینها را دین در حق پدر مادرتون دعا کنند. صوفی حضرت مولوی جنونی میگوید اگر گورت همه نقش و نگار است، اگر در بالای گور قصر کنی، گنبدها بریمانی، فانتنها کنی، اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پور در لحد گر اژدهار است؟ چی فایده دارد وقتی داخل قبر اژدهار داشته باشد؟ بیرون قبر فسان نکنین، بزیب نکنین، داخل قبر زیبا کنین. کاری کنین که در دنیا شما عملهای بهتری نکنین، این نقش نگار داخله افضل تر است. حضرت میگوید مشو در مذهب ظاهر پرستان، به باطن کوش
بشنو پند مستان، ظاهر پرست نشو، فقط باطن میگه پاکیزه کن، داخل زیبا کن. سوال های زیاد ماند، همین آخران سوال میخونیم انشاءالله دعا میکنیم. السلام علیکم حاجی میرزا اکای داملا. یک گروه از زنان پیدا شدن که با پول در بالای مرده گریه و ماتم تشکیل میکنند، آیا این چه حکم دارد؟ در اصل من به نزدیکی در یک رایان بودم، اونجا یک دو سه زنک پیدا شده است، بالای مرده ها دا آمدن نوحگری میکردن، بعد اونها را پول میدادن. مثال میگویند که من 20 سامانی دا مرده تو را خوب میگذرانم. میآید در بالای مرده ما و شما، بعد به نهایت نوحه خوب میکشیدن، شعرخوانی میکردن. باور کنین اینم یک مصیبت است. حالا که وقتی که همین پدر شما، مادر شما، برادر شما وقتی میبینین که در حالت نزع جان از پیغمبر توصیه کردن، برای ما و شما این بدبختا چی لازم است؟ سخن پیغمبر پیش است، میگوید لکنوا موتاکم لا اله الا الله. وقتی اونها را شما در حالت خیلی اضطراب میبینید، حالتی که الحال جان وی دنیا را پدرود میکند، فقط در نزد او لا اله الا الله، لا اله الا الله گویید. فقط اینه در نزد مرده هاتان خوانید. وقتی وی از دنیا گذشت، من چند حدیث بهر شما میخوانم. پیغمبر گفتند من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. وقتی که اگر کدام شخصی که آخران کلمش لا اله الا الله باشد، وی وارد جنت می شود. خوش به حال هم برادرایی که در دنیا زبانشون به کلمه لا اله الا الله آموخته میکنند، در حالت جان کندن دیگر اوف نمیگویند، بلکه چی میگویند؟ الله 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 لا اله الا الله. این سخنها را در حالت سکرات موت آن بنده تکرار میکنه که در دنیا اگر زبانش با این کلمه آموخته باشد. حضرت مولوی میگوید به هر حرفی کند عادت زبانت، به وقتی مرگ آید در دهانت. هر چیزی که اگر تو در حالت زندگی اگر در زبانت آموخت کرده باشی، انا همان در حالت جانکنی بر دهانت می آید. خوش به حال همون زبان، خوش به حال همون دهانی که لا اله الا الله دارد، در حالت سکرات موتم همین چی کار میکند؟ به زبان شما می آید. وقتی که میگوید سعد ابن عباده از دنیا گذشتند، رسول اکرم با همراهی سه اصحاب عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن مسعود نزد سعد ابن عباده آمدند. وقتی دیدن که حضرت سعد از دنیا گذشتند، پیغمبر خدا گریه کردند، همه صحابه ها گریه کردند. وقتی همه که در گریه شد، پیغمبر گفتند الا تسمعون، آیا شما نشنیدین؟ این العین تدمع والقلب یحزن. چشم ها گفت آب می پرتایند، دل ها گفت غمگین می شوند، ولکن یعذب بهذا او یرحم و اشار الی لسانه. پیغمبر خدا گفتند با آب چشم، با رحم دل خدا شما را عذاب نمی کند، لیکن عذاب میکند خدا شما را با این و اشار الی لسان. اشاره به سوی زبانشان کردن، گفتن اگر با این زبان شما چیزی بگویید، انا اینجا شما گناهکار میشوید. با گریه کردن شما گناهکار نمیشوید، با رحم خوردن، ضیق شدن، غمگین شدن شما ثواب میگیرید. لیکن وقتی نوحگر تشکیل میکنید، وقتی این گونه توده زنها را میارید و بالای مرده های شما را آباد میگیرد، به خدا قسم خودتان مثل حیوان میمرید و مرده های شما در عذاب هستند، زیرا شما تجاوزی در امر خدا، تجاوزی در امر پیغمبر کرده ایستادید. پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید المیت یعذب فی قبری بما نیح علیه. مرده های شما در قبر عذاب میکشند با نوحه‌ای که شما در دنیا داشتید. همین نوحه و داد و فریاده که ای پدر رفتی، ما چی کار میکنیم؟ ما دیگر چگونه زندگی کنیم؟ حالی ما چی میشود؟ وقتی اینها را شما به زبان میگویید، همین مرده شما، همین پدر شما در عذاب گرفتار میشه. پدرای عزیز، برادرای مهربان، خوش به حالتان که نصیحت کنین که در بالای سر من گریه نکنید. یعنی گریه کنن فرزند شما جایز، لیکن داد و فریاد نگن.
زیرا که ای فرزند من نصیحت کنید، از من دیده بهترها گذشتند، از من دیده عزیزان خدا گذشتند، من کی هستم؟ خدا را امرش از کل نفس ذائقة الموت، همه شما مرنده هستید، از مرگ کسی گریز ندارد. لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بالدعوى الجاهلیه. پیغمبر گفت اصلا امتی من نیست کسی که در حالت مرده چهرهش میخراشد، پیشی برش میکند و دعا بالدعوى الجاهلیه، داد فریاد میزند مثل که پیش از اسلام برای مرده هاشون گریه میکردن. اینها گفت از من نیستند، یعنی این نوحگرها امت پیغمبر نیستند. اینها را شما در خانه راه نتین که همه شما گناهگار میشوید. و اگر این چنین زنها باشند، اگر صدای مرا شنوند، من برای اونها یک حدیث آخر تلاوت میکنم که خاص ان همین توده زن هاست. پیغمبر چی میگوید؟ النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت و علیها سربال من قطران و درع من جریب. اگر نوحگرهایی که از دنیا گذرند و توبه نکنند، روز قیامت خداوند این نوحگرها را راست میکند، در بدن اینها یک لباس سربال من قطران، یعنی همون لباس هایی که مثل بگیم سینتتیک امروزه که تیز در میگیرد، انا همین خیلی لباس ها را در دوزخ خدا برای این نوحگرها آماده کرده است. همین لباس در بدنشان میپوشانند و اینها را در دوزخ میپرتند که با مجرد پرتافتن لباس جسد در حال میسوزد. چه عذابی وزنی دارند اگر توبه نکرده از دنیا گذرند. برای همین جوانای عزیز، این مصیبت ها امروز بالای ما و شما آمده ایستاده است، پیش راه اینها را شما گیرین. این وظیفه هر کدام شما است. وقتی اگر زنی شما میگوید که یک چند نوحگر آمده است، اونها را شما در خانه راه ندهید. اگر کسی برای اونها طعام آماده کند، اونها هم در خوردن اونها گناهگار هستند. کسی سم میدهد، در هر سامانش 1000 سال در آتش دوزخ میسوزید. او یک سامان یک بیچاره را در حق پدر و مادر دعا کند. نوحه و شیطانی است، دروغ است. چرا نوحه میکند؟ برای پدر و مادر فرزند دلش میسوزد. او بیگانه برای چی میسوزد؟ وای پول